قدرت نظامی کدوم کشورها بیشتره؟ عددها یه چیز میگن اما تو واقعیت یه چیز دیگه است. رتبه اول آمریکا با بزرگترین بودجه نظامی دنیا، تکنولوژی فضایی، ناوهای هواپیمابر و نیروهای هوایی بی‌رقیب تقریباً اوله. ولی خیلی ها میگن بدون متحدانش نصف قدرتش فرو میریزه. رتبه دوم چین سریعترین رشد نظامی جهان رو داره. پهپاد، ناو، موشک‌های ضد ناو. اما منتقدها میگن تجربه جنگی تقریباً صفره. رتبه سوم روسیه. تجربه واقعی در میدان داره. روسیه زرادخانه عظیم و موشک‌های فوق صوتی داره. ولی جنگ‌های اخیر نشون داد تجهیزات همیشه روی کاغذ بهتر از واقعیته. رتبه چهارم هند، قدرت پنهان آسیا. هند داره تبدیل میشه به ارتش مدرن با جمعیت عظیم و برنامه هسته‌ای جدی. اما خیلی ها میگن هند هنوز تا سطح آمریکا و چین فاصله داره. رتبه پنجم ترکیه با پهپادهای جنگی، صنایع داخلی و عملیات‌های موفق اومده وسط صحنه و خیلی ها میگن قرار قدرت پنجم آینده باشه.